دوستان عزیزم سلام، همراهان خوب کانال یوتیوب پرویت آکادمی، رضا نظربگی هستم. تو این جلسه ویدیوی آموزشی میخوام در فتوشاپ یک کارت ویزیت براتون طراحی کنم. البته که ظاهر کارت ویزیت ساده است، اما نکات مهمی در این ویدیو بهتون میگم. موارد مهمی رو میخوام بهتون آموزش بدم. خیلی درس مهمیه در ارتباط با اینکه چطور استانداردهای طراحی کارت ویزیت برای چاپ رو رعایت کنید. به تک تک این نکات باید توجه کنید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. خب همین اول کار، ابتدای کار بهتون بگم نکاتی که میخوام بهتون آموزش بدم از خود طراحی خیلی مهمتره. یعنی برنامه‌ریزی من اینه که شما نکات مهم طراحی کارت ویزیت رو توی این ویدیو یاد بگیرید، وگرنه ظاهر کارت ویزیت کاملا سلیقه‌ایه. خب این رو اول بهتون بگم که باید بریم سراغ فایل نیو و اندازه ها رو در نظر بگیریم. اندازه های 85 در 55 میلیمتر دوستان عزیز. رزولوشن 300 ppi که اینجا مشخص کردم. کالر مود حتما CMYK دکمه کرییت رو میزنید که این فایل و این سند رو براتون به وجود بیاره. اندازه هایی که من استفاده کردم اندازه های استاندارد کارت ویزیت لامینت مستطیلی شکله که اکثرا دارن ازش استفاده میکنن، چون کارت ویزیت ها سایزهای مختلف دارن که بارها گفتم اگر میخواین کارت ویزیتی رو طراحی کنید اول جنس کارتون رو مشخص کنید، سایز چاپ کارتون رو حتما از چاپخونه اول بپرسید، سایز دقیقش رو بهتون بگه، شما اون رو ایجاد کنید و کارتون رو با اون شروع کنید. پس اینو حتما در نظر بگیرید. این مواردی که الان دارم بهتون میگم، الان این سایزی که بهتون گفتم برای لامینت مستطیلی شکل، چیز مرسومی که دارن استفاده میکنن اکثرا، جنس مات و براق داره این نوع لامینت و هم میتونه گوشه‌اش تیز باشه، هم میتونه دورگرد باشه و لامینت مات یووی برجسته هم میتونین براش اختصاص بدین. برای همینه که خیلی‌ها میرن سراغ جنس لامینت، چون قابلیت و امکانات مختلفی داره، ضخامتی هم که داره باعث میشه کارت سنگینی باشه که خم نشه، نشکنه به راحتی و این قابلیت‌ها رو داره. من بر اساس این سایز الان بهتون گفتم برای این جنس کارت داریم طراحیمون رو شروع می‌کنیم. خب بیایم حاشیه امنش رو هم در نظر بگیریم. یه حاشیه امن که اگر کارمون در چاپخونه به یه نحوی به هر شکلی در چاپخونه ایرادی وجود داشت که کاتر دستگاه کاتر بد کات زد، یه میلی اینور اونور کات زد، نوشته هاتون مثلا برش نخوره، اون المانای اصلیتون برش نخوره. واسه همین در طراحی هر کار چاپی باید یک حاشیه امن رو قرار بدین که بجز بک‌گراند و رنگ‌های بک‌گراند چیز دیگه توش نباشه. خب بریم سراغ انجام این کار. من میتونم بیام 5 میل از هر طرف میخوام برای لامینت، جنس لامینت کارت ویزیت لامینت این کار رو انجام بدم و فضای امن ایجاد کنم. میتونم با کلیک و دراگ از خطکشم استفاده کنم که اینو بهتون یاد دادم. برای اینکه دقیق‌تر این کار رو انجام بدیم میریم سراغ گزینه ویو، بخش گایدز و گزینه نیو گاید لی اوت رو انتخاب میکنم. اینجا دستور میدم که از هر 4 طرف 5 میلی متر دقیقاً برای من جدا کن و این گزینه کالم رو هم، ستون رو هم میخوام فعال کنم. نامبر روی 2 باشه چون 1 رو قبول نمیکنه ازمون، روی 2 باشه. اگر گاتر عددی داره مثلا 2 میل یا هر مورد دیگه این رو صفرش کنین که دقیقاً یه خط وسط برامون بندازه. دکمه اوکی رو میزنم چون میخوام وسط کار رو هم ببینم. این نکات اولیه. حالا من میخوام برم سراغ یه ریکتانگل به وجود بیارم و نیمی از صفحه رو با یه رنگ دیگه مشخص کنم. خب با کلیک و دراگ یه دونه ریکتانگل به وجود میاریم به این شکل و الان میام اندازه هاش رو هم از لبه ها درست میکنم که دقیق قرار بگیره روی لبه های کار. رنگش رو هم بیایم تیره کنیم، یه رنگ نزدیک به سیاه، یه رنگی که سیاه هم نباشه. اینو بهتون بگم در طراحی کارهای چاپی بهتره از سیاه مطلق استفاده نکنید. بیایم یه مقدار پایینتر، مثلا رنگ 17 یا 18 رو استفاده کنیم که سیاه کامل هم نباشن، جلوه کارمون قشنگتر بشه. یه مقدار مثلا کمترش کنم بازم بهتره، مثلا 1C. خب دکمه اوکی رو میزنم، این رنگ رو به من بده. برای اینکه رنگ‌های CMYK رو ببینیم در کالر پیکر روش کلیک میکنم. باید دکمه‌های ترکیبی کنترل شیفت و وای رو روی کیبوردمون بزنید. اگه از مک استفاده میکنید کامند شیفت وای رو میزنین و یه همچین حالتی رو بهتون نشون میده. این قسمت خاکستری رنگ‌های RGB هستن که البته اگه روشون کلیک کنم بازم رنگ رو میبینیم و میتونیم استفاده کنیم، ولی داره ما میگه محدوده رنگی CMYK این قسمته که اگر میخواین رنگ‌ها دقیقاً در چاپخونه خوب در بیاد و درست در بیاد بهتر از رنگ‌های CMYK در سند CMYK استفاده کنید. اگر دکمه کنترل شیفت وای رو دوباره بزنم کل رنگ‌ها رو باز به من
برمیگردونه. خب برگردیم محیط CMYK رو ببینیم. من الان دیگه نمیخوام تغییر رنگ بدم. ببینید هر طیف رنگی رو انتخاب کنیم بخش CMYK و RGB رو داره از هم جدا میکنه. اینا نکات مهم آموزشیه که در کار چاپی باید یاد بگیرین و بلد باشین. خب من فعلا از این رنگ میخوام استفاده کنم در این بخش. 4 تا ریکتانگل مختلف میخوام به وجود بیارم در این قسمت که توش آدرس و شماره تلفن اینجور موارد بنویسیم. بریم سراغ ریکتانگلمون و من میام از این قسمت شروع میکنم. به اندازه 8 میل برای این سند کافیه. الان 8 و 1 رو داره من نشون میده. هیچ اشکالی هم نداره. بزنید به سمت بالا بریم که اسنپ نشه روی خط پایینی. 8 میلی متر من جدا کردم و یه مقدارم میخوام رنگ این رو روشن‌تر کنم. پس فیل این رو انتخاب میکنیم و بیایم بالاتر. مثلا رنگ 4B رو براش در نظر میگیرم که یه تفاوت رنگ بین این دوتا ببینم. حالا اینو بیاریم بذاریم پایین‌تر. بعدا میخوام اینا رو جابجا کنم. مشکلی نداره از این بابت. یه کپی از این میگیرم با کنترل J میتونیم این کارو انجام بدیم و این رو ببریم بالاتر. مثلا در این حد و اندازه میتونیم فاصله بدیم اینو به اندازه مثلا 10 میل. یه ذره بیشتر مثلا به اندازه 11 میل اینو جابجا کنیم. دوباره کنترل J و این رو هم به اندازه 11 میل میبرم بالا. 10.9 شده، اشکال نداره در این قسمت و بازم کنترل J. این فضا رو خودتون کنترل کنید که چقدر جابجایی به وجود بیاد. این 4 تا ریکتانگل رو همه رو انتخاب میکنم و بعد میام یه مقدار جابجاشون میکنم که دقیقاً با این دوتا خط بالایی همسان و همخونی داشته باشه در اصل. و ببینیم کارمون به چه شکلیه تا اینجا. بک‌گراند رو انتخاب کنم. 4 تا ریکتانگل پس الان داریم که من میخوام داخلشون دیتا بذارم، اطلاعاتمون رو بنویسم، مثل آدرس وبسایتمون، شماره تلفنمون، اسممون، در کل اینجور موارد. خب برای اینکه ظاهر بهتری باز هم داشته باشه من میام و یه سری تغییرات میدم. این ریکتانگل که اینجاست رو میبینید، من اگر زوم کنم بهتر مشخص میشه که یه مقدار بیرون زدگی داره. همه اینا رو میتونم درست کنم. قبل از اینکه کار رو ادامه بدیم یه مقدار زوم میکنیم که اینا بهتر دیده بشن. خب این مورد رو بیایم با کلیدهای جهت‌نما یه مقدار به سمت چپ بیاریم که دقیقاً مماس بشه. این مورد پایینی هم همینطور کنترل کلیک این انتخاب کنم، اینو بیاریم وسط. همه رو تنظیم کنیم که کار تمیزتری رو ارائه بدیم در نهایت. خب برگردیم به همون حالت قبلی. الان بهتر شد. حالا میخوام یه مقدار ظاهر کارمون رو بهتر کنم. یه ریکتانگل دیگه به وجود میارم داخل این قسمت که روش آیکون قرار بدیم، ولی البته بعدا میخوام جابجاش کنم. بذاریم اول ریکتانگل رو به وجود بیاریم. یه ریکتانگل با شیفت و کلیک و درگ میتونم یه ریکتانگل کامل به وجود بیارم، ولی خب ممکنه جابجایی به وجود بیاد. میبینید مثلا ممکنه یه مقدار پایینتر یا بالاتر از این مورد قرار بگیریم، یا باید زوم کنیم یا همینو دوپلیکیت کنیم، اندازه‌شو کوچیک‌تر کنیم. من میرم سراغ همین مورد، اینو دیلیت کنیم. بریم سراغ آخرین فایلی که داریم. با کنترل J اینو یه ازش یه دوپلیکیت میگیرم و بعد اینو میارم تا اینجا مثلا قرار میدم به این شکل، مثلا یه همچین حالتی. و رنگش رو هم تغییر میدم. یه رنگ هم براش در نظر بگیریم. میریم سراغ فیل و من میخوام از بین رنگ‌های مثلا آبی رنگی رو در نظر بگیرم. این رنگ رو برای مثال در نظر بگیرم که رنگ CMYK هم هست مطمئنا. دکمه اوکی رو میزنیم که این رنگ رو اینجا داشته باشیم و یه سایه هم میخوام براش به وجود بیارم بعدن. پس یه کنترل J هم دوباره میزنم که این قسمت از این جدا بشه، یعنی دو تا شیپ داشته باشیم. شیپ رو بیاریم بذاریم بیرون. فعلا این موردی که اینجاست رو من دوباره انتخاب میکنم. این شیپ رو کنترل T رو میزنم برای فری ترانسفورم. دکمه های ترکیبی کنترل شیفت برای ویندوز، کامند شیفت برای مک و میام روی این دستگیره سمت چپی که دارین میبینید وسط، کلیک و درگ اینو میاره به سمت پایین. قبلش البته میتونم اینو کوچیک‌ترش کنم، یعنی بدون نگه داشتن هیچ دکمه‌ای اینو یه مقدار کوچیک‌تر کنیم تا این حد و اندازه مثلا کوچیکش کنم. بعد کنترل و شیفت رو نگه میدارم، این دکمه وسطی سمت چپ این رو میکشیم پایین‌تر تا اینجا قرار بگیره به این شکل و رنگ این رو حالا یه مقدار تیره‌تر میکنم. دکمه یس رو هم میزنیم، این رنگش رو یه مقدار تیره‌تر کنیم به خاطر اینکه میخوام مثلا مثل سایه بشه واسه این ریکتانگلی که اینجاست. و بریم سراغ شیپ تول که بتونیم در پراپرتیز رنگش رو تغییر بدیم. همینو میام یه مقدار تیره تر میکنم به این شکل و این رو میاریم اینور، انتخابش کنیم، بیاریم در این قسمت قرار بدیم. بازم میتونیم رنگ رو کنترل کنیم، البته کم و زیادش کنیم به شکلی که خودمون مد نظرمونه. من اگر زوم کنم بهتر مشخص میشه که چه کاری داریم انجام میدیم. این قسمت رو دارین میبینیم به عنوان سایه ازش استفاده کردم. دوباره یه مقدار البته رنگش رو کمتر کنم، این خیلی دیگه تیره است. الان بهتره. خیلی خوب.
ببینیم چطور شد. یه همچین کاری رو داریم تحویل میگیریم. برای مابقی مواردم اگر بخوایم اینو داشته باشیم این دوتا رو انتخاب میکنم، دوتا لایه رو کنترل جی رو دوباره میزنم که دوپلیکیت بشه، میاریمش پایینتر، اینجا اینو قرار میدیم. خیلی دقیق دیگه میتونین خودتون این کارو انجام بدین. یه مقدار زوم کنیم این دقیقاً این لبه قرار بگیره و باز هم کنترل جی اینو دوپلیکیت میکنم، میارمش پایینتر، اینم اینجا قرار بگیره. خیلی خوب. بازم کنترل جی برای آخرین مورد. دکمه شیفت رو اگر نگه داریم در یک راستا میاد پایین، دیگه جابجایی به وجود نمیاد. یعنی شیفت رو نگه میدارم که با خیال راحت اینو بیارمش پایین. خب اینم انجام دادیم. اگر دیدید که پایینتر از این خط قرار گرفت، یه مقدار سایز کل اینا رو میتونیم تغییر بدیم، یه جابجا کنیم همه این موارد رو که از حاشیه امنمون بیرون نزنه. ما به این المان ویژه نیاز داریم. خب این 4 تا رو به وجود آوردم. حالا بیایم داخلشون مقدار بذاریم. قبلش میخوام یک سری آیکون رو اینجا استفاده کنم برای ظاهر بهتر کارت ویزیتم. چند تا آیکون هستش که توی یه فایل زیپ شده، در اختیارتون میذارم. توی کانال تلگرام پویوت آکادمی براتون قرار میدم فایلش رو و لینکش رو در دسکریپشن همین ویدیو در کانال یوتیوب پویوت آکادمی میذارم که روش کلیک کنید مستقیما برید به تلگرام برای دانلودش. خب بریم اینا رو هم بیاریم. در این قسمت من میخوام از آیکون هوم استفاده کنم، از این تلفن استفاده کنم، از لینک استفاده کنم و از این یوزر. این موارد رو با کلیک و درگ بیاریم بندازیم این نوار بالایی. حالا سایزشون رو هم کوچیک کنیم. من اندازه این رو میذارم روی 75. دکمه اوکی رو بزنیم. خب کنترل A کنترل C برای کپی کردنش. بریم توی سندمون کنترل V رو بزنیم. سایزش هم خوبه با همین اندازه 75. میخوام یه سایز مشابه باشه که برای همشون همون رو استفاده کنیم، کارمون استانداردتر به نظر برسه. این رو اینجا فعلا قرار میدم، ببندم این رو. ما بقیه مواردم همین کارو میکنم. ایمیج سایز و این رو هم بذاریم روی 75. با کنترل A کنترل C کپیش میکنم. یه کنترل V در سند اصلیمون پیستش میکنم. اجازه بدین هر 4 تاشون رو بیارم. خب حالا نحوه چیدن اینا کاملا بستگی به خودتون داره. مثلا من این کاراکتر رو میذارم بالا که بهترین حالتش اینه که اسممون رو وقتی میخوایم بنویسیم و سمت کاریمون رو در اولین کادر بنویسیم. بعدش بریم سراغ هوم، اینو میذارمش آخر ولی همتراز با مابقی آیکون ها باشه. یه جورایی خودتون اینا رو کنترل کنین که جایگاهشون در داخل این کادر هم در یک راستا باشه همشون. مثلا این تلفن اینجا نباشه، مابقی جای دیگه. بعدش این تلفن رو میذارم، از پایین به بالا دارم حساب میکنم و این رو هم لینکی هم که میخوایم مثلا آدرس وبسایتمون رو بذاریم در این قسمت قرار میدم که میتونم باز هم کنترلش کنم. خب این موارد اینجا قرار میدم ولی میخوام همشون رنگشون سفید باشه، یا شما میتونید رنگ مشکی رو براش در نظر بگیریم. بستگی داره به رنگ زمینه این موارد. اگر روشن باشن اشکالی نداره، اگر رنگ تیره باشه بهتر از رنگ سفید استفاده کنید که تضاد براش به وجود بیاد. ما حالا واسه اینکه وقتتون گرفته نشه میتونیم کار نکنیم. و اگر هم خواستین دونه دونه رنگشون رو تغییر بدین میتونین دابل کلیک کنین در لیر استایل، بیاین کالر اورلی رو بزنین و رنگ سفید رو مثلا براش در نظر بگیرین که این رو رنگش رو سفید کنه. حالا اگرم بخواید من میتونم این کارو انجام بدم. اجازه بدین همین موارد تغییر بدم، اینجوری رنگ کارمون هم بهتر میشه قاعدتا. حالا بریم دیتامون رو وارد کنیم. بریم سراغ تکستمون. از پایین شروع میکنم. اول آدرسمون رو مینویسیم با یک کلیک و زبان فارسی رو من میخوام انتخاب کنم فارسی بنویسم. مثلا مینویسم تهران ستارخان برای مثال و میام یه خط پایینتر و ما بقیه قسمت ها رو مینویسم. خیابان مثلا دوم پلاک 7. حتی میتونیم بنویسیم P7. بذارید من پلاک رو بنویسم بعد یک سری موارد رو بهتون بگم که چی کار باید بکنید. خب اولا که با کنترل A سلکتش میکنم. بریم سراغ گزینه‌های کاراکتر و پاراگراف. اگه ندارینشون در بخش ویندو گزینه پاراگراف و کاراکتر رو میتونید اینجا فراخوانی کنید. اینجا پاراگراف، هر کدوم هم بزنین هر دو تا مورد رو با هم براتون میاره. دو تا گروه، یعنی یه گروه هم پاراگراف و کاراکتر که اینجا میبینیدشون. من دیگه در این قسمت دارمش. خب اولا که بریم سراغ پاراگراف مطمئن شیم که رایت تو لفت که هست و راست چینش هم کردم. برای آدرس بهتره که راست چین بشه برای زیبایی کار. وسط چینشون نکنین به این شکل، جلوه جالبی نداره. اینو راست چینش میکنیم. سایزش رو هم میتونیم کوچیک‌تر کنیم. بیام قسمت پاراگراف و اینجا سایز رو میتونم بذارم روی 6. بین 6 تا 8 سایز مناسبیه برای فونتتون، برای نوشتن آدرس و شماره تلفن اینجور موارد. برای تیتر نه، برای تیتر سایزمون رو میتونیم بزرگتر انتخاب کنیم. من اینو میذارم روی حداقل که 6 باشه و سایز 6 برای این مورد مناسبه. اگر فونتی که استفاده میکنید حالت فانتزی داره عوضش کنید، از فونت های رسمی تر استفاده
استفاده کنید تو کارت ویزیتتون قابل خوندن باشه، خوانایی داشته باشه بعد از چاپ. من در اینستاگرام پرویت آکادمی یک بار در ارتباط با این مورد صحبت کردم، یه دونه فایل چند اسلایدی رو اونجا گذاشتم و توضیح دادم در ارتباط با فونت ها که باید به چه شکلی باشن در کارهای چاپی. فونت استاندارد برای کارت ویزیت اینجوریه که ساده تر باشه و کاملا مشخص و خوانا. فونت فانتزی براش استفاده نکنید. اگر آدرستون کوتاه بود میتونیم این رو بذاریم مثلا روی 8، اگر نه که روی همون 6 حالت استانداردشه، بین 6 تا 8. حالا این مورد توی خط جا میشه، یعنی من اگر بیام این دوتا رو توی خط جا بدم هم امکانش هست اینو اینجوری قرار بدیم در این قسمت. اگر آدرستون طولانی تر بود شیفت اینتر رو میزنیم یه خط میایم پایین تر و اینجا میتونیم برای اینکه این دوتا خط یه اندازه بشن و یه مقدار طولانی تر بشن بیایم از شیفت و جی در شرایطی استفاده کنیم که کیبوردمون روی حالت فارسی البته، یعنی شیفت و ت دو نقطه رو در اصل باید بزنیم، اینا رو گسترش بدیم حروفمون رو. ببینید مثلا اینجا ستارخان رو ت رو میتونم شیفت و جی رو بزنم افزایش پیدا کنه طول نوشتار به این شکلی که دارید میبینید. مثلا چند بار حتی میتونم این کار رو انجام بدم که این دوتا خط همتراز بشن با هم دیگه. من این موردی که اینجا قرار دادم رو میتونم بیام وسط بذارم آدرسم رو، به خاطر اینکه خود نوشتار رو باید راستچین کنین، یعنی همه چی به سمت راست باشه، ولی نوشته‌تون رو میتونین بیارین وسط این کادر قرار بدین برای اینکه فونت انگلیسی و فارسی وقتی با هم قاطی میشه، چون الان اعدادمون ممکن انگلیسی باشن یا آدرس سایت رو باید قاعدتا انگلیسی بنویسیم، بهتره که همه رو وسط بذاریم. اگر همه چی انگلیسی بود که از سمت چپ شروع می‌کردیم، اگر همه چی فارسی باشه سمت راست، ولی وقتی فونت انگلیسی و فارسی در یک کار داریم، در یک سند مشخص داریم، بهتره که همه رو فارسی و انگلیسی رو وسط جا بدیم به این حالت. اگر هم می‌خواید این پلاک 7 رو 7 فارسی ببینید، دوباره کلیک کنترل A رو میزنم، همش رو سلکت می‌کنم، بریم سراغ بخش کاراکتر و اینجا در قسمت دیجیتس بیام این مورد رو بذارم روی حالت فارسی. اگر فونت فارسی ما اعداد فارسی رو ساپورت کنه این کار رو برامون انجام میده و عدد 7 رو اینجا الان دارین میبینید که حالت فارسی داره، جلوه قشنگتر و بهتری هم قاعدتا خواهد داشت. این دوتا خط هم میخوام یه مقدار از هم فاصله بگیرم، دوباره انتخابش میکنم، میرم سراغ کاراکتر و این بخش، یه مقدار این دوتا رو از هم فاصله بدیم. خب بریم شماره تلفن ها رو هم وارد کنیم. شماره تلفن دیگه خیلی کار سختی نیست چون انگلیسیه. بیایم سراغ بخش پاراگرافمون و اینو چپچینش کنیم، شماره تلفن هم بنویسیم، مثلا مثبت 98 912 چندین تا 0. اگه دو تا شماره تلفن دارین یه اینتر میزنیم، مثبت 98 مثلا 21 کد شهر و بعدش هم ما بقیه اعداد رو اینجا می نویسیم. این رو هم میتونم بیارم همراسو همتراز با این مورد قبلی قرار بدم. جایگاهش هم میبینین دیگه، خود فتوشاپ کمکتون میکنه. خب برای وبسایت هم همین کارو میکنیم، برای اسم هم همین کارو میکنیم، برای اینکه وقتتون رو نگیره من این موارد رو مینویسم، کارو ادامه میدیم. خیلی خوب رسیدیم به اسم خودمون. من اسم رو نوشتم، یه مقدارم میارمش بالاتر و در این قسمت سایز رو بیشتر میکنیم، مثلا میذاریم روی 10 و اگر فونتمون حالت ضخیم رو پشتیبانی میکنه، مثلا بولد رو پشتیبانی میکنه، حتما این کار رو بکنین که خواناتر باشه. اینو میاریم این قسمت مثلا قرار میدیم. جایگاه همه اینا رو میتونین خودتون کنترل کنین، میتونین همه رو بیارین سمت راست. اگر میخواین همه رو بیارین سمت راست مثلا قرار بدین، واسه اینکه همه چی خوب تنظیم بشه میتونیم یه دونه گایدلاین دیگه بیاریم اینور استفاده کنیم. یه دونه خط دیگر مثلا اینجا میذارم که از این حاشیه هم فاصله بگیره. بعد همه این موارد رو میتونم بیارم انتخاب کنم و بچسبونم به این لاین که بهتره الان در این شرایط من بیارم این رو هم وسط چین کنم، بذاریم اینجا. فقط میخوام نکات رو بهتون بگم که شما بهتر بدونین چه اتفاقی میفته و بعدش میتونم بیام زیر اسمم سمت کاری یا شغلم یا حالا هر موردی که مربوط به من میشه و دارم اون بیزنسم رو تبلیغ میکنم رو اینجا بنویسم. مثلا مینویسم گرافیست. حالا سایز این رو کوچیک‌تر میکنم، این اونقدر مهم نیست که به چه شکلی باشه، فقط میخوایم شخص بفهمه ما چی کاره ایم دیگه. و این رو هم میذاریم فونت معمولی تر، این رو بذاریم روی 6. میتونیم این رو مثلا اینجا قرار بدیم یا وسط قرار بدیم. به این حالت اسممون رو نوشتیم، سمت کاریمون رو نوشتیم، موارد مختلف رو هم در کارت ویزیتمون جا دادیم. حالا ما از سمت چه شرکتی داریم کار میکنیم؟ خودمون رو معرفی کردیم ولی نگفتیم تو چه شرکتی کار میکنیم، چه سازمانی، چه اداری، کجا کار میکنیم. این سمت راست برای این مورده. خب در این سمت راست هم میام لوگو و نام کمپانی رو مینویسم. سعی میکنیم نام کمپانی رو هم ضخیم‌تر و با فونت بزرگتر مثل 10 تا 12 کار رو انجام بدیم و قرار بدیم
که این رو هم الان درست میکنم، بعد ادامه کار رو میریم. خب برای مثال یه همچین لوگویی داریم، یه اسمم داریم، حالا من اسمشو گذاشتم مثلا تیم گرافیک، حالا هر اسم دیگه ای میتونه داشته باشه، فقط داریم کار رو ادامه میدیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. یه نکته رو میخوام در ارتباط با سایه ها در کارت ویزیت بهتون بگم، مخصوصا سایه متن. وقتی دارین از سایه متن استفاده میکنین، مثلا همین تیم گرافیک رو میخوایم یه سایه بهش بدیم، دابل کلیک میکنم که بریم سراغ لایر استایل، اینو بیاریم اینجا. دراپ شادو رو اگه میزنین حتما سایه‌تون تیز باشه و تا جایی که ممکنه نزدیک، نه خیلی دیگه نزدیک سایه هیچ فایده‌ای نداشته باشه، یه چند مقدار چند پیکسل فاصله داشته باشه، ولی سایه‌تون تیز باشه تا جایی که ممکنه. اگر محوش کنید جلوه قشنگی در چاپ نمیگیره. فکر نکنین کار فانتزی و قشنگه. در کارت ویزیت باید سایه ها تا جای ممکن، تا جایی که امکان داره تیز باشن. رنگ مشکی رو مثلا برش در نظر گرفتم، میتونیم اپاسیتی رو کم کنیم که رنگش کمتر بشه، اونم نه خیلی که گرافیک رو نشه خوند. ما میخوایم اینو جدا کنیم. بهتره رنگ داشته باشه، رنگ غلیظ داشته باشه و دیستنس رو زیاد نکنیم. سایز رو بذاریم روی 0 بمونه، اسپرید و سایز رو روی همون 0 نگه دارید. حالت سایه زنیتون هم روی همون حالت اول باشه، کانتورتون همون حالت معمول لینیر باشه، تغییرش ندید و در نهایت میتونید دکمه اوکی رو بزنید. بهتون پیشنهاد میکنم تا جایی که ممکنه برای تکستتون سایه نذارید، مخصوصا سایز کوچیک، مثلا نوشته با سایز 6 اگر براش سایه به وجود بیاریم، بعدن خوندنش بعد از کار چاپی خوندنش خیلی سخت میشه. قرار نیست ما همش کار فانتزی انجام بدیم. در کارت ویزیتمون اینجوری الان خیلی جلوه بهتری داره قاعدتاً و در این فضای خالی پایین هم میتونیم یه QR کد بذاریم. برای QR کد هم در ویدیوی قبلا بهتون گفتم که سراغ چه وبسایتی میتونین برین که کار رایگان تحویل بگیرین، یه QR رایگان بهتون تحویل بده. الان دوباره بهتون توضیح میدم. خب سایتی که ازش QR کد میگیرم سایت goqr.me هستش که در حالت معمول یه دونه کادر داره. اگر بخوایم URL اضافه کنیم میتونیم فقط URLمون رو بدیم، یعنی آدرس سایتمون رو بدیم. اگر میخوایم یه دونه کارت ویزیت مجازی مانند درست کنیم، تمام این فیلدها رو میتونیم پر کنیم، برامون QR درست میکنه. یا مثلا اگه شماره تلفنمون رو بخوایم بدیم، با اول کد کشور رو میزنیم، بعد اریا کدمون، مثلا اگر شماره تلفن ثابت باشه اینجا میشه 2098 یا مثبت 98 رو بنویسین، خیلی بهتره. اینجا 21 رو مینویسیم برای تهران، مثلا نه 021 رو، و بعد شماره تلفنمون رو مینویسیم. یه همچین کارهایی رو میتونین انجام بدین. اگه مثلا شماره موبایل اینجا میشه مثبت 98، وسطش میشه مثلا 912، مابقیش هم میشه شماره تلفنتون. من میرم سراغ بیزنس کارت مجازی. میخوام اسمم و موارد مختلف رو اینجا بنویسم، یه بار بذاریم همه اینا رو پر کنیم. خب در همین حدم کافیه. یه اسم و یه فامیلی، اسم کمپانیمون رو میتونیم بنویسیم، یه شماره تلفن، حداکثر یه دونه وبسایت. سعی کنین این موارد همه رو پر نکنید، چون اگر همه رو پر کنید این QR کد انقدر زیاد میشه و انقدر شلوغ میشه که بعدن وقتی سایز کوچیک روی کارت ویزیتتون چاپ میشه، مخصوصا اگر یووی برجسته داشته باشه، این نکته خیلی مهمیه. اگه یووی بزنین، یووی برجسته داشته باشه، برجستگی روی کارتتون، سخت میشه، خیلی سخت میشه اسکن کردنش و ممکنه دیگه موبایل نتونه اسکنش کنه. در کل این رو هم بهتون بگم، اگر QR کد داخل کارت ویزیتتون دارین، حتی اگر خیلی هم خلوته و در حد یکی دو تا فیلد رو پر کردین و راحت اسکن میشه، ازش مطمئنین، باز هم زمانی که یووی برجسته کار میکنین، اگر میخواین کار کنین، این قسمت یووی نخوره به هیچ وجه. این قسمت بذارین خالی بمونه، برجستگی نداشته باشه. کار فانتزی روی این مورد انجام ندین، دیگه راحت اسکن نمیشه روی کارت ویزیتتون. به خاطر این کارت ویزیت کوچیکه، اینم توی اون مورد خیلی کوچیک میشه، تعداد نقاط و پیکسلاش یه جورایی ناخوانا میشه برای دوربینای موبایل. چند تا فیلد رو بس بیشتر پر نکنید، همونایی که خیلی مهمن. و بعد میریم سراغ دانلود کردنش. روی این دکمه دانلود کلیک میکنم. میتونید بک‌گراند و موارد مختلف براش انتخاب کنین، سایزش رو انتخاب کنین. مثلا من اینو میذارم روی 700 و میگم یه PNG به من تحویل بده. در نهایت میتونید حتی EPS تحویل بگیرین و موارد مختلف. من یه دونه PNG میگم بهم تحویل بده. الانم اینجا دانلود شد. برم از همین استفاده کنم ببینیم چطور میشه. خب فایل آوردیم تو فتوشاپ. همینو با کنترل A کنترل C میتونم کپیش کنم بیارم اینجا و با کنترل V پیستش کنم. با کنترل T فری ترانسفورم به نمایش در میاد. شیفت رو نگه میدارم، یکی از این دستگیرها رو با کلیک و درگ میکشم که از همه زوایا به یه اندازه کوچیک بشه. این رو هم میتونم بیارم اینجا مثلا قرار بدم.
حتی پایینش میتونیم بنویسیم اسکن کنید یا موارد مختلف که البته دیگه الان همه میدونن QR کد چیه. دکمه اینتر رو هم میزنیم که این مورد اینجا قرار بگیره. این جلوی کارت ویزیتمون بود. من فقط می‌خواستم نکات اصلی رو بهتون بگم. پشت کارت ویزیت رو یه طراحی ساده می‌کنم و بعد بهتون میگم که چه اتفاقی میفته. دیگه خودتون بر اساس سلیقه خودتون میتونید این کار رو انجام بدین. فقط نکته مهم اینه که برای پشت کارت ویزیت نیاز نیستش که شما دوباره همه این کار رو انجام بدین. یک طرف کارت ویزیت بهتره همیشه ساده باشه برای زیباتر بودن و برای خواناتر بودن نوشته‌های اصلیتون. اینکه باز از چه کمپانی هستین، اسمتون چیه، یا یه آدرس یا شماره تلفن کوتاه در پشت کارت ویزیت کافیه. مهم اینه که در جلوی کارت ویزیتتون یا یه طرف کارت ویزیتتون تمام این اطلاعات رو قرار بدین. خب بریم پشت کارت ویزیت رو هم اجرا کنیم. قبلش میخوام یه کار دیگه انجام بدم. میخوام تمام این رنگایی که اینجا داریم رو یه جورایی حساسشون کنم به تغییر با هیو سچوریشن. میخوام این کار رو انجام بدم. الان بهتون توضیح میدم چطور. یک کلیک کنیم با استفاده از موو تول و نگه داشتن دکمه کنترل. من میتونم این کار رو بکنم. این ریکتانگل رو پیدا کنیم. مابقی مواردم اینجا هستن. اگر دقت کنید همه رو من میخوام انتخاب کنم تا این ریکتانگلی که اینجاست همه رو انتخاب کنم و تبدیلش کنم به یه گروه که اگر حذفش کنیم میبینید اینا حذف میشن. خب ببینم این امکان رو داریم که این مورد رو هم بیاریم پایین تر قرار بدیم در داخل این گروه یا نه. یعنی بریم سراغ این تیم گرافیکمون و لوگویی که داریم. خب قاعدتا لوگو رنگش تغییر نمیکنه برای خیلی از دوستان و همینجوری باقی میمونه، ولی خب من حالا میخوام بیارم اینو هم تغییر بدم. این رو هم بیاریم با کلیک و درگ در داخل اون گروه قرار بدیم. الان همشون یکی شدن. اگر دیدید مشکل پیدا میکنید این رو جدا کنید. نیازی نیستش. میتونید جداگانه براش یه هیو سچوریشن به وجود بیارین. فقط من میخوام بالاتر از این گروهی که الان به وجود آوردم و همه اینا در داخلش قرار گرفتن بجز آیکون ها این آیکون ها خارج از این محیط هستن، یه دونه هیو سچوریشن به وجود بیارم و با رایت کلیک و زدن دکمه کرییت کلیپینگ ماسک اینو ماسکش کنم روی این گروهی که از رنگ هایی که اینجا داریم. چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه الان وقتی که هیو سچوریشن رو فراخوانی میکنیم و میایم رنگ ها رو تغییر میدیم، رنگ کل اینا با هم تغییر کنه. دونه دونه رنگ براش انتخاب نکنیم به این شکل. مثلا من میتونم الان این رنگ رو در نظر بگیرم برای کارت ویزیتم و ازش استفاده کنم. بنابر سلیقه خودتون میتونید این کار رو انجام بدین. حالا که این کارو کردیم و این قسمت آماده شد، من پشت کارت ویزیت رو هم تنظیم میکنم و طراحی میکنم. یه توضیحاتم راجع به اون بهتون میدم. قبلش بیاین کل لایه هامون رو از بالا یه دونه کلیک میکنم میام پایین ترین لایه قبل از بک‌گراند. شیفت رو نگه میدارم و کلیک میکنم که همه رو انتخاب کنه. این رو هم یه گروه میکنم که این بشه مثلا فرانت، بشه یک بخش کارتمون و اون بخش کارتمون رو هم در یک فولدر جداگانه طراحی خواهم کرد. خب اینم میشه طرف دیگه کار که بهتر ساده باشه تا جایی که ممکنه. اگر میخواین یووی برجسته داشته باشه کارتون که حتما این کارو انجام بدین. یک بخش از کارت ویزیتتون که نوشته و همه چی داره مجبورین همه اطلاعاتو بنویسین. بخش دیگه ساده باشه که اگه این قسمتو برجستگی داشت زمان چاپ وقتی دستتون میگیرین کار جذاب‌تری رو میبینین، خیلی شلوغ نشه. متن رو نوشتم. متنی که اینجا میبینید مثلا من اینستاگرام رو گذاشتم چون اونور کار جا نمیشد اومدیم اینستاگراممون رو اینجا نوشتیم. شبکه‌های اجتماعی اگر دارین میتونید لیستشون رو اینجا قرار بدین. یکی دو تا هم بیشتر نباشه حد اکثر. بازم اسم تیمتون یا اسم شرکتتون یا اسم کسب و کارتون رو اینجا مینویسین با آدرسش و با لوگوش در اصل اینجا قرار میدین. خیلی هم میگم کارو تا شیک و ساده باشه و در نهایت ازش خروجی میگیرین. بذارید من این خطای راهنما رو هم حذف کنم. این گایدلاین‌ها رو حذفشون کنیم. میریم سراغ ویو گایدز و گزینه کلیر گایدز رو بزنیم. همه چی رو حذف میکنه. کاملا میگم سلیقه‌ایه، ولی پشت و جلوی کار رو اگر ببینیم این یک سمت از کارمون شد که البته رنگش رو عوض کردیم اینجوری شده. برای بک هم میتونیم یه دونه هیو سچوریشن به وجود بیاریم. من میتونم بیام این قسمت‌ها رو جدا کنم. این بخش و این کادری که اینجا دارم، این قسمت دیگر نمیخوایم. این دوتا رو هم میتونم انتخاب کنم، یه گروه ازشون درست کنم، هیو سچوریشن رو بیارم روی اینا قرار بدم و کلیپینگ ماسکش کنم. حالا این رو هم اگر رنگش رو تغییر بدیم به هر شکلی که ما بخوایم رنگش تغییر میکنه. من بازم تکرار میکنم، طراحی کارت ویزیت مثل مابقی کارهای چاپی کاملا سلیقه‌ایه. من سعی میکنم توی این ویدیوها در ارتباط با نکات مهم و اساسی و اصولی در کارهای چاپی باهاتون صحبت کنم. ازتون درخواست میکنم به تمام نکاتی که بهتون گفتم توجه کنید توی کارتون و در نهایت مثل همیشه دوستان ازتون درخواست میکنم ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنید، کانال یوتیوب پروژه آکادمی رو سابسکرایب کنید و اون زنگ نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوی جدید ما رو از دست ندین. باز هم همراه شما خواهم بود. متشکرم. موفق باشید.